السلام علیکم بینندگان گرامی. برنامه فرهنگ حقوقی را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق آزادی اساسی انسان و شهروند را اعلان می‌کند. همزمان حقوق آزادی انسان و شهروند چون محک فعالیت مقامات حکومت قانونگذار، اجرایی محلی و خود اداره‌کنی نشانه‌های صفت حقوقی سندهای معیاری آنها اعتراف می‌شود. طبق طلبات ماده 13 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شهروند حق دارد شخصا و یکجا با دیگران به مقامات دولتی مراجعت نماید. یکی از نشانه‌های رشد اساسی دموکراسی در جامعه این وسیع گردن امکانات‌های اشتراک هر فرد در اداره نمودن کارهای دولتی به حساب می‌رود. در تاجیکستان که خلق سرچشمه یگانه حکم دولتی اعتراف شده است، رابطه استوار طرفین دولت و شهروندان نگاه داشته می‌شود. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ردیف دیگر حقوق آزادی انسان و شهروند حقوق مراجعت به مقامات دولتی نیز مقرر نموده است که آن از یک طرف همچون واسطه مهم کنستیتوسیونی حفظ حقوق آزادی‌های انسان و شهروند و از طرف دیگر همچون کفالت مهم تشکیل حقوقی حمایت آنها برطرف نمودن قانون ویران‌کنی‌ها و پیشگیری نمودن حقوق ویران‌کنی‌ها شناخته می‌شود. ماده تفسیر شونده حقوق شهروند به مراجعت و به طور عمومی مقرر نموده است که آن در قانون‌های ساحه انکشاف داده شده‌اند. آن ترتیب و مهلت بررسی مراجعه شهروندان مقرر می‌نماید. گرچند ماده تفسیر شونده حقوق شهروند به مراجعت و تنها به مقامات دولتی مقرر نموده باشد هم، ولی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی دارای مقاماتی را که با آنها مراجعه نمود امکان پذیر است وسیع نموده است. طبق سرخط اول ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی شهروندان طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق دارند یکجا یا شخصا به دیگران توسط نماینده وکالتدار خود در شکل شفاهی، خطی و الکترونیک به مقامات تشکیلات داخلدار مراجعت نمایند. شخصان واقعی و حقوقی حقوق خود را عاید به مراجعت‌ها آزادانه و به طور اختیاری عملی می‌نمایند. مجبور نمودن شخص برای مراجعت کردن یا شرکت نمودن منع است. عملی نمودن حقوق به مراجعت نباید حقوق و آزادی دیگر شخصان را خلل‌دار سازد. شخصان واقعی ضمن پیشنهادها مراجعت‌ها شخصان عهده‌دارند متن مراجعت‌های خطی و حجت‌های ضمن مشروعات در شکل خوانده شونده پیشنهاد نمایند. به شخصان منصبدار و شخصان وکالتدار دیگر احترامانه مناسبت نمایند. با ifadه‌های قبیح و تحقیر کننده، تهدید به حیات سلامتی و مال ملک شخصی بررسی کننده مراجعت یا اعضای عائله آنها را ندهند. عاید به عوض نمودن محل بود و باش، سراغ محل استقامت، رقم تلفن ها، سراغ پشت الکترونی، سر وقت مقامات تشکیلات بررسی کننده مراجعت را آگاه نمایند. در اساس طلبات ماده 13 قانون مذکور مراجعت شخصان واقعی و حقوقی بواسطه و مقام تشکیلات داخلدار که بررسی مسئله در مراجعت درج کرده به صلاحیت آنها منصوب است یا به ترتیب تابعیت اداره به مقام بالایی که شخصی عملش شکایت قرار گرفته تابع آن است پیشنهاد کرده می شوند. شخصان واقعی و حقوقی حقوق دارند شخصا یا توسط نماینده وکالتدار خود مراجعت خطی خود را به مقام تشکیلات داخلدار به واسطه علاقه پشت یا پشت الکترونیک ارسال نمایند. به منفعت نابالغان شخصان غیر قابل عمل یا قابل عملشان محدود به طور پیش‌بینی نموده قانون جمهوری تاجیکستان نمایندگان قانونی آنها یا مقامات‌های وکالتدار مراجعت‌ها را پیشنهاد می‌نمایند. مراجعت‌ها از نگاه مضمون و مندرجه خود معلومات‌های گوناگون دارا بوده سمت تعیینات اجتماعیشان با هم موافق نیستند. بنابراین با در نظر داشت خصوصیت حقوقی و عاقبت حقوقی از آنها برمی‌آمده از همدیگر فرق می‌نمایند. آنها به یک چند نمود دانش می‌شوند که اینها مراجعت‌ها، عریضه، درخواست، تکلیف، شکایت، مراجعت کننده، مراجعت الکترونی، مراجعت شفاهی، مراجعت توسط اخبار عامه، مراجعت دسته‌جمعانه میباشند. طبق طلبات ماده 18 قانون مذکور مهلت بررسی مراجعت شخصان واقعی و حقوقی را پیش بینی می‌نماید که مراجعت‌هایی که به مقامات و تشکیلات داخلدار پیشنهاد کرده شده در دوام 30 روز و مراجعاتی که آموزش تحقیق الهاگی را طلب نمی‌کنند در مهلت 15 روز از روی به قریب‌ترشان بررسی کرده می‌شوند. در حالت‌های استثنایی اینچنین در حالت‌های پیش‌بینی نموده قسم 2 ماده 20 قانون مذکور رهبر مقامات تشکیلات داخلدار حقوق دارند مهلت بررسی مراجعت را به مدت نه زیادتر از 30 روز تمدید نموده در این خصوص به مراجعت کننده در مدت 3 روز خبر رسانند. آن مراجعت‌هایی که در شکل خطی پیشنهاد کرده میشن باید دارای چنین معلومات‌ها از جمله سراغه و نام مقامات یا شخصی منصبداری که با او مراجعه روانه کرده میشود، ماهیت مراجعت، تکلیف، عریضه یا شکایت، نام نسب، سراغه، تاریخ مراجعت و امضای مراجعت کننده و غیره باشند. در اساس طلبات ماده 23 قانون مذکور باشد به بررسی ماندن مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی مانده می‌شود اگر
توسط نمایندگان شخصان واقعی پیشنهاد گردیدند، ولی آنها حجت‌های تصدیق کننده وکالت‌هایشان را ندارند. با طلبات پیش بینی نموده قسم‌های 1، 8 و 9 ماده 21 قانون مذکور جوابگو نباشند. هنگام قبول شخصی حجت‌های تصدیق کننده شخصیت مراجعت کننده یا نماینده او پیشنهاد کرده نشوند. با طلبات‌های ماده 9 12 قانون مذکور جوابگو نباشند. شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌توانند همه گونه قرار و عمل به عملی مقامات و شخصان منصبدار اینچنین معلومات‌های رسمی را که در اساس آن قبول چنین قرار و یا عمل به اجرا رسیده است شکایت نمایند. اگر قراری که نسبت به مراجعه شهروند پس از بررسی آن قبول کرده شده باشد و آن شهروند قناعت نکند، پس او میتواند این قرار با در نظر داشت قاعده‌های تابعیت اداری و مقامات بالایی و یا شخص منصبدار بالایی و یا به سود شکایت نمایند. در سمت حفظ حقوق آزادی‌ها و منفعت‌های قانونی انسان و شهروند نقش شکایت همچون نمود مراجعت خیلی مهم است. بغیر از ترتیب مأموری بررسی شکایت‌ها از بالای حرکت به حرکتی و قرارهای مقامات دولتی، مقامات‌های اتحادیه‌های جمعیتی، کارخانه‌ها، مؤسسه‌ها، تشکیلات‌ها صرف نظر از شکل مالکیت و شخص منصبدار آنها، این چنین ترتیب سودی بررسی شکایت‌ها نیز موجودند.